درود فراوان به شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من برگشتم بعد از مدت‌ها. یک معذرت خواهی به شما دوستان عزیز بدهکار هستم، ولی خب امروز بازی رو دیدم که نتونستم دیگه فیلم نگیرم، چون بازی خیلی جنجالی و جالبی بود که البته در آخر این ویدیو خواهید دید که در این بازی چه اتفاقی افتاده و نمیخوام به هر حال تمام مسائل الان بگم. و اینکه بازی که امروز میخوام به شما دوستان عزیز نشون بدم بازی بین علیرضا فیروزجا در برابر نودبک عبدالستاروف هست که امروز روز آخر مسابقات رپید، مسابقات برق‌آسا بود. این مسابقات فیده تیمی شطرنج جهان در قسمت برق‌آسا و سریع هست که مسابقات سریع به صورت 15 دقیقه 10 ثانیه برگزار میشه و مسابقات بلیتز به صورت 3 دقیقه و 2 ثانیه انجام میشه. و خب امروز روز فینال قسمت سریع این مسابقات بود و اینکه این بازی در دور آخر اتفاق افتاده و علیرضا فیروزجا بازیکن شماره 1 تیم WR چس هستش و اینکه اگر این بازی تقریبا میتونم بگم بازی آخر این مچ هم بود و اگر علیرضا میتونست این بازی رو ببره و حتی مساوی هم کنه میتونن تیمشون مقام سوم رو به دست بیاره. حالا ببینیم که آیا این اتفاق افتاد یا خیر. خب بریم این بازی خیلی زیبا رو با هم ببینیم که البته میتونم بگم پر از اشتباه بود، چرا که خب در مسابقاتی که به صورت رپید یا بلیتز برگزار میشه معمولا خطاها بیشتر میشن، چرا که بازیکنان اونقدر وقت کافی برای فکر کردن ندارن. خب از حریف علیرضا هم یکم صحبت کنیم. نودبک عبدالستاروف یکی از بهترین بازیکنان تیم ازبکستان هست که من یادم تقریبا چند سال پیش به عنوان پدیده نوجوان ازبکی ها به جهان معرفی شد و خب خیلی نتایج عالی داشت. یکی از نتایج خوبش فکر میکنم قرار گرفتن در مسابقات لهستان بود که قهرمانی بلیتز رپید جهان بود که بالاتر از مگنس کارلسن تونسته بود مقام اول رو به دست بیاره و خب همه چشم ها رو به سوی خودش خیره کرده بود. خب بریم که این بازی رو با هم ببینیم. همونطوری که مشاهده میفرمایید علیرضا با مهره سفید بازی میکنه. بازی رو با E4 آغاز کرد. C5 دفاع سیسیلی، اسب F3 J6 D4. خب به حرکت J6 میگن دراگون خیلی سریع و یا هم Accelerated Dragon و سفید با حرکت D4 پاسخ داد که یکی از حرکت های اصلی هستش. سه در D4 اسب در D4 حرکت اسب C6 C4 و اینجا علیرضا تصمیم گرفت که خیمه ماروتسی یا موروتسی بایند رو ایجاد کنه. سیاه حرکت فیل J7 رو انجام داد. خب ممکنه خیلی از شما دوستان عزیز پرسین خیمه ماروتسی چی هست. وقتی که پیاده ها در خونه های C4 و E4 باشن در برابر یعنی این شروع بازی ما بهش خیمه ماروتسی یا پیاده های ماروتسی میگیم. خب در اینجا سیاه حرکت فیل J7 رو انجام داد. فیل E3 وزیر B6. تمام این حرکات تئوری هستن، همونطور که میبینید بازیکنان به وقتشون اضافه شده به جای اینکه کم بشه. خب هر حرکتی رو که بازیکنان انجام بدن 10 ثانیه به وقتشون اضافه میشه. و در اینجا سفید حرکت اسب B5 رو انجام داد با تهدید فیل در B6 وزیر A5 کیش اسب C3 و حرکت D6. خب فیل E2 وزیر B4 وزیر C1 فیل D4
فیل F4. خب کامپیوتر نشون میده که حرکت فیل F4 حرکت خوبی نیست. حرکت بهتر برای سفید در اینجا حرکت قلعه هست و بعد فیل در E3 سفید میتونه با وزیر پس بگیره و اگر سیاه بخواد پیاده سمیه تقریبا سمیه B2 رو بزنه، سفید میتونه با اسب B5 تهدیدات اسب C7 رو ایجاد کنه و سفید به ازای یک پیاده جبران قابل توجهی داره. بنابراین حرکت قلعه حرکت بهتری بود، ولی خب علیرضا در اینجا حرکت فیل F4 رو انجام داد. سیاه حرکت اسب F6 رو انجام داد. اسب D2 خب تهدید سیاه زدن پیاده E4 بود، چرا که اسب C3 آچمز هست. اسب D2 فیل در C3. حرکت فیل در C3 حرکت خوبی نبود. حرکت بهتر برای سیاه در اینجا حرکت فیل J4 بود، ولی خب دوباره باید اینو به عنوان کنم که بازیکنان وقت زیادی ندارم و معمولا میخوان که به جای محاسبه از قوه حس شیشم خودشون استفاده کنن و اون پوزیشن تحلیل کنن تا اینکه بخوان حرکت به حرکت محاسبه کنن، چرا که اگه بخوان محاسبه کنن خب زمان بیشتری رو به هر حال باید صرف کنن. در اینجا سیاه حرکت فیل در C3 رو انجام داد، B در C3 و حرکت وزیر A5. خب پیاده های سفید در اینجا دوبله شده، ولی به جای سفید تونسته که دو فیل بگیره. بنابراین میتونم بگم که این وضعیت یا این پوزیشن کاملا قابل بازی است و یه پوزیشن تیپیک هست که خب سیاه در ازای گرفتن پیاده های بهتر دو فیل خودش رو فدا میکنه. خب سفید در اینجا حرکت رخ به یک رو انجام داد. قلعه سیاه نمیتونه که پیاده A2 رو بزنه، چون بعد از وزیر A2 سفید میتونه با حرکت رخ A1 وزیر سیاه رو به دام بیاندازه. بنابراین حرکت وزیر A2 حرکت بلاندر یا اشتباه فاحش هست. خب در اینجا سیاه قلعه رفت، سفید قلعه، فیل E6 C5. خب حرکت C5 هم حرکت بسیار جالبی هست و میتونم بگم یک حرکت تیپیکی هست در این جور پوزیشن ها. تهدید سفید در اینجا به چه صورت است؟ اگر سیاه در اینجا پیاده رو بخواد با پیاده بزنه، سفید میتونه با حرکت رخ در B7 ادامه بده و اگر سیاه با وزیر C5 رو بزنه، با رخ B5 وزیر سیاه به دام میفته. توجه داشته باشین که ما تمام خونه ها رو کنترل کردیم. و خب شاید بپرسین که چرا سفید در اینجا پیاده B7 رو نزد؟ اگر اینجا رخ در B7 بازی بشه، سیاه میتونه با حرکت اسب D7 اسب C5 پیاده C4 رو بلوکه کنه و پیاده C4 یه جوری پیاده‌ایه که به ضرر سوارهای سفید هست، یعنی سوارهای سفید یه جورایی میخکوب کرده. بنابراین حرکت C5 حرکت دقیقی هستش که خب کامپیوتر هم اون رو دوست داره که علیرضا بازی کرده. C5 سیاه در اینجا حرکت D5 رو انجام داد که حرکت خوبی هم هست. E5 حمله به اسب، اسب E4، اسب در E4 حرکت خوب. توجه داشته باشین که خب علاوه بر این که اسب به این اسب حمله کرده، به پیاده های C5 و C3 هم فشار آورده. بنابراین سفید باید اسب E4 رو بزنه. D در E4 وزیر E3 آوردن وزیر به بازی و همچنین دفاع از پیاده C5 حمله به پیاده E4 و ما هنوز طرح رخ در B7 رو هم برای خودمون نگه داشتیم. وزیر در A2 رخ A1 وزیر B3 و حرکت H4. خب سفید میخواد که در جناح شاه حمله کنه و H4 هم یک حرکت تیپیک هست که سفید
اگر سیاه بهش اجازه بده میخواد حرکت H5 رو انجام بده و معمولا هم بعد H4 سیاه حرکت H5 رو انجام میده. البته باید سیاه مراقب باشه که تهدیدی مثل فیل H5 این جور قربانی ها در بازی وجود نداشته باشه که در اینجا برای سفید وجود نداره. خب در اینجا سفید حرکت رخ F1 رو انجام داد، وزیر C2، رخ در B7. همونطور که مشاهده میکنید زمانها خیلی کم شده. علیرضا تنها 3 دقیقه وقت داره و نودبک هم 7 دقیقه و 47 ثانیه. سیاه حرکت رخ B8 رو انجام داد، رخ C1، حمله به وزیر در C1. خب اگر سیاه اینجا مثلا حرکت وزیر A4 انجام بده، سفید میتونه فیل D1 انجام بده، ولی با این حال سیاه میتونه مثلا برای این پوزیشن بازی کنه. ولی من دقیقا نمیدونم سیاه آیا میخواست که بازی رو ببره، دلیل اینکه قربانی وزیر اینجا داد چی بود. ولی خب اینجا سیاه مجبور نیستش که وزیر خودش رو به دو رخ بده و میتونست که وزیر خودش رو نگه داره. به هر حال وزیر در C1 بازی شد، وزیر در C1 و رخ در B7. خب اینجا سفید برتری داره و حرکت بهتر برای علیرضا حرکت وزیر C2 بود که به پیاده E4 حمله کنه و مثلا بعد از حرکت فیل F5 سفید میتونه وزیر A4 بازی کنه، به اسب حمله کنه، رخ C8 حرکت فیل A6 وجود داره و خب رخ C7 حرکت E6 وجود داره و قطر سیاه رو باز خواهد شد. بنابراین یکم پوزیشن سیاه بغرنج میشه و اگر هم سیاه بخواد فیل خودش رو به خونه D5 بیاره، خب ما یه حرکتی مثل C4 و یا فیل A6 داریم و سفید پوزیشن خوبی داره. ولی خب علیرضا در اینجا حرکت وزیر A1 رو انجام داد، رخ B3. حرکت بهتر برای سیاه در اینجا آوردن رخش به بازی بود، ولی سیاه رخ B3 انجام داد، وزیر A4 حرکت خوب، حمله به اسب، رخ C8، فیل B5. خب به جای فیل B5 هم ما باید همون طرح فیل A6 رو دنبال کنیم، چرا که بعد از رخ C7 حالا میتونیم فیل B5 کنیم و فرقش هم اینه که الان اگر فیل B5 کنیم سیاه حرکت اسب B8 رو داره و از من نپرسید که دقیقا چرا کامپیوتر اینو دوست داره، ولی بعد از مثلا حرکت فیل A6 رخ اینجا فیل B5 اسب B8 مثل اینکه ما اینجا فیل C4 داریم و در اینجا چون رخ در خونه C8 نیست ما میتونیم احتمالا همچین حملاتی رو داشته باشیم و سفید بهتره. بنابراین بهتره که رخ رو به خونه C7 بکشونیم و بعد فیل رو بگیریم به خونه B5. ولی خب خودتون در نظر بگیرید این بازی انسانی نیست، اون هم وقتی که شما فقط 3 دقیقه وقت دارین و خیلی سخت است. بنابراین سفید در اینجا حرکت فیل B5 رو انجام داد، اسب در E5 که خب حرکت اشتباهی بود و سیاه مجبور نبود که اسب خودش رو فدا کنه و به جای اون میتونست حرکت E3 رو انجام بده، چرا که بعد از حرکت F در E3 سیاه میتونه حرکت اسب B8 رو بازی کنه. اگر سیاه بخواد فوری هم اسب B8 کنه اوکی هست، ولی بعد از فیل C4 سفید باز یه برتری خوبی خواهد داشت. خب سیاه در اینجا اسب خودش رو قربانی داد تا پیاده C5 رو بگیره، یعنی در اصل 2 پیاده به سوار شد اینجا و اینجا وزیر A7 خب حرکت خوبی نبود. ولی من از شما عزیزان میخوام که چون این حرکت یکم حرکت سختی هست ویدیو رو پاس کنید و حرکت درست سفید رو حدس بزنید، چرا که سیاه به 2 فیل سفید حمله کرده. به نظر شما سفید باید در اینجا چیکار کنه؟ البته حرکت آسونی نیست، احتمالاً باید شما یه
چند دقیقه روش تمرکز بذارید. خب در اینجا بهترین حرکت برای سفید حرکت وزیر D4 بود، چرا که اگر مثلا سیاه این فیل رو بزنه حالا فرقی نداره، سفید میتونه که شاه سیاه رو کیشامات کنه و بازی رو ببره. خب برگردیم عقب. حرکت وزیر در A7 بازی شد، ولی خب بعد از وزیر در A7 دیگه سفید میتونه رخ در B5 بازی کنه، چون که اگه کیش بدیم رخ C8 داره و اون کیشامات رو خب نداریم. خب در اینجا حرکت وزیر در A7 هم میتونم بگم که تقریبا 40 ثانیه 50 ثانیه روش فکر شد و حرکت درستی نبود. رخ در B5 فیل D4 رخ C8 وزیر در E7. خب الان سفید میخواد حرکت وزیر F6 رو انجام بده، بنابراین رخ F5 حرکت منطقی هست که جلوی این خونه رو بگیره. این پوزیشن تقریبا مساوی هست، ولی میتونه برای سیاه خطرناک باشه، چرا که خونه های سیاه رو خیلی ضعیف هستند و اینکه فیل سیاه رو سفید بسیار قدرتمند هست در مرکز. خب در اینجا علیرضا حرکت وزیر B7 رو انجام داد، حمله به پیاده E4 رخ D5 وزیر B1 فیل B5 وزیر A2 فیل E6 وزیر E2. همونطور که مشاهده میکنید علیرضا تنها 1 دقیقه وقت داره و حریف خودش تنها 3 دقیقه وقت داره، ولی خب هر حرکتی رو که بازی میکنن 10 ثانیه به وقتشون اضافه میشه. سیاه حرکت فیل F5 رو انجام داد، وزیر E3 رخ D8 شاه H2 شاه H7 وزیر D2 فیل E6 وزیر B2 رخ F5 وزیر B7 رخ D5 فیل F6. خب من دقیقا نمیدونم که علیرضا در این مسابقات، یعنی در این لحظه، آیا میدونست که اگر مساوی کنه تیمش سوم میشه و مساوی یعنی کافیه برای گرفتن مدال یا خیر، یا فکر میکرد که باید بازی رو ببره؟ چون اگر علیرضا بازی رو مساوی میکرد تیمشون با نتیجه مساوی یعنی متوقف میشد، ولی از تیم سوم جلو میافتاد، یعنی 17 امتیاز بودن 18 امتیازه میشدن، چون مساوی میگرفتن 1 امتیاز میرفتن جلو. ولی چون که بازی خب دیگه نتیجه رو نمیخوام لو بدم بقیه بازی رو ببینیم. خب در اینجا سیاه حرکت رخ C8 رو انجام داد، فیل D4 ببخشید وزیر B4 رخ F5 فیل D4 رخ F4 حمله به پیاده H4 از E7 دفاع از پیاده H4 رخ F5 وزیر B7 رخ F4 وزیر E7 رخ F5 شاه G3. همونطور که مشاهده میکنید سیاه به مساوی راضی هست و این علیرضایی که میخواد بازی رو ببره. رخ G8 فیل E3 رخ C8 وزیر B4 رخ C4 وزیر B2 رخ D5 فیل D4 و خب یکم حرکات رو تکرار کردن و شاه به خونه E3 اومد، رخ C8 وزیر A7 رخ E8 وزیر B7 فیل D5 وزیر D7 حمله به رخ A8 و اینجا بود که سیاه به پیاده G2 حمله کرد و یکم اینجا خطرناک شد، چرا که اگر سفید پیاده رو برونه یه سری حرکاتی مثل رخ F3 شاه در E4 فیل G2 ممکنه ایجاد بشه، یعنی مثلا همچین حالتی، حالا رخ در F2 هم وجود داره، ولی مثلا اگر سیاه همچین حالتی رو درست کنه این فیل خیلی قدرتمند میشه و خب خونه های سفیدم ضعیف میشن. بنابراین ما ترجیح میدیم که پیاده‌مون تو خونه G2 باشه که خونه F3 رو کنترل کنه و تهدید رخ F3 رو خنثی کنه. خب
سفید در اینجا حرکت وزیر سه6 رو انجام داد. همونطور که مشاهده میکنید علیرضا تنها 33 ثانیه وقت داره و بعد از این حرکت تنها 12 ثانیه وقت داره. این در اصل در روی 2 ثانیه ساعت زده علیرضا اینجا. و خب حرکت وزیر سه6 هم حرکت خوبی نیست و سیاه این حرکت رو ندید. سیاه در اینجا باید حرکت رخ A5 رو بازی کنه و دلیلش هم این هستش که این شاه یه جورایی توی دام هست. مثلا اگر فیل برگرده عقب، سیاه میتونه با رخ AD5 و بعد اون رخ D3 شاه سفید رو مجبور کنه این پیاده رو بزنه تا بتونه وزیر رو بگیره و مثلا اگر این وزیر به یه خونه دیگه ای بره، ما همچنان میتونیم فیل در G2 بازی کنیم. الان میخوایم رخ D3 کنیم و بعد فیل F3 شاه E1 و رخ D کیش اومد. مثلا من بهتون نشون بدم، مثلا اگه 3-4 کیش اینجا و کیش اومد. یعنی خیلی پوزیشن سفید خطرناک شده، ولی خب بازیکن‌ها دیگه 1 دقیقه وقت دارن دیگه. اینجا باید به اون حس شیشمشون اتکا کنم و حرکت رو انجام بدن. خب بعد از حرکت وزیر سه6 سیاه حرکت رخ D8 رو انجام داد که یه جورایی میخواد همون طرح رو بره. وزیر C7 رخ D1. خب اگر رخ D3 بازی بشه، سفید میتونه E4 بزنه و دیگه فیل G2 جواب نمیده به خاطر که وزیری که تو خونه C6 نیست و ما میتونیم رخ D3 رو بزنیم. بنابراین در اینجا سیاه حرکت رخ D1 رو انجام داد. وزیر B8 تهدید کیش و مات هست. F6 وزیر C7 فیل D6 و اینجا این نودبک بود که اشتباه کرد، فیل در G2 بازی کرد و این اشتباه فاحش بود و همونطوری که ملاحظه میفرمایید دیگه بازیکن‌ها واقعا مثل یک بولت هست اینجا، دارن خیلی سریع بازی میکنن. خب من هم داشتم به صورت لایو امروز بازی رو میدیدم به صورت زنده و خیلی هیجانی و بگم یکم استرسی هم بود و اینکه وقت نداشتن دیگه بازی کنم. خب فیل در G2 بازی شد که حرکت خوبی نبود. حرکت درست در اینجا رخ 1 بود، ولی خب حرکت بسیار سختی بود، چون اگر شاه بیاد اینجا بر رخ E2 میکرد، شاه D1 رخ در F2 و تهدیدهای کیش مداوم، کیش دائم سیاه داشت. ولی خب سیاه این رو ندید و فیل در G2 بازی کرد و این سفید هستش که الان میتونه بازی رو ببره و سفید هم به درستی این حرکات رو انجام داد. حرکت F4 که حرکت فوق‌العاده‌ای بود از طرف علیرضا، چرا که اگر ما F4 نکنیم دوباره همون طرح هست، همون حرکت رخ D3 هست. مثلا ممکن شما فکر کنید خب اگر ما اینجا کیش بدیم و فیل اینجا کنیم، اینجا دیگه سیاه نمیتونه از خونه G7 دفاع کنه، ولی این سیاه هستش که اول میتونه سفید رو کیش مات کنه با حرکت رخ D3 شاه E2 فیل F3 شاه E1 و رخ D1 کیش مات. همونطور که ملاحظه کردید میله ارزیابی به سرعت بعد از حرکت فیل F8 سقوط کرد و به نفع سیاه رفت. خب بنابراین حرکت F4 حرکت بسیار عالی بود که درسته که سیاه میتونه هم با این پیاده بزنه و هم که خب کیش بده، ولی موضوع اینه که دیگه اون شبکه ماتی از بین رفته. خب بعد حرکت F4 سیاه حرکت رخ D3 رو انجام داد. شاه F2 حرکت خوب، رخ D2 کیش، شاه E1 به صورت زیگزاگی به رخ حمله میکنیم. رخ در D6. رخ در D6 تقریبا اجباریه، چون اگه مثلا رخ بخواد حرکت کنه دیگه ما اون طرحی که خب الان اینجا وضعیت F رخ در آدم دارم، ولی مثلا اگر رخ بیاد خونه مثلا D3 که رخ دفاع داشته باشه، دیگه ما اون طرح فیل F8 رو داریم، چون سیاه نمیتونه شاه سفید رو کیش مات کنه. بنابراین سیاه رخ در D6 بازی کرد، وزیر در D6 و خب علیرضا خیلی نزدیک شده به برد. با اینکه یک لحظه بازی حتی بازنده شد،
ولی تو اون تایم اسکرامبل و اون فشار به هر حال زمانی که دو بازیکن داشتن، این علیرضا بود که وضعیت برنده رو گرفت و الان هم خب وقت داره، تقریبا 23 ثانیه وقت داره و میتونه هم با کیش‌های مداوم وقت بیشتری رو برای خودش ایجاد کنه. ولی بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خب سیاه در اینجا ایسه کرد که حرکت اشتباهی بود. وضعی 7 کیش، شاه J8 3-4. اگر اینجا سفید پیاده رو بزنه، احتمالاً تهدید سیاه این بودش که فیل اینجا بازی کنه و یه جورایی ممکنه بخواد سیاه فورترس یا دیج درست کنه که سفید نتونه. یعنی یه سری آخر بازی هم هستش که حتی وزیر در مقابل رخ ممکنه مساوی بشه. بنابراین سفید به درستی اگر 3-4 رو انجام داد که حرکت خوبی بود، چون پیاده ایسه در نخواهد رفت. اگر هم سیاه پیاده F4 رو بزنه، ما میتونیم کیش بدیم و رخ F4 رو بگیریم. خب در اینجا سیاه حرکت فیل F4 رو انجام داد، بعدش علیرضا زد پیاده رو فیل J4 وضعی 7 و اینجا بود که نودبک حرکت J5 رو انجام داد و میتونم بگم حرکت زیرکانه. یعنی دیگه نودبک گفت اوکی، من میخوام از آخرین شانسم امتحان کنم آخرین شانسم و دیگه بعد از حرکت J5 یعنی در اصل سیاه داره یک پیاده از دست میده. ما میتونیم مثلا H در J5 کنیم، F در J5 و پیاده رو بزنیم و سفید در اینجا یک پیاده هم جلو میفته. یعنی وزیر دو پیاده در مقابل رخ و فیل داره که طبیعتاً برنده هست. ولی اینجا لحظه‌ای بودش که متاسفانه علیرضا اشتباه رو انجام داد و حرکتی که نباید انجام میداد و انجام داد و اون هم حرکت F در J5 بود. خب اینجا خیلی تلخ بود. بعد که شما این همه زحمت کشیدید بازی مساوی و که خب خیلی هم حریفتون قوی است و اینقدر استرس زیر فشار ساعت، ولی با یک حرکت خیلی سریع بازی رو از دست داد F در J5. خب دلیل اینکه F در J5 حرکت اشتباه فاحش هست رو من میخوام از شما عزیزان بپرسم. سیاه در اینجا باید چه حرکتی انجام بده؟ خب حرکت درست همونطوری که حد زدید حرکت رخ E5 هست و این حرکت بسیار ساده است، ولی خب چرا که بازیکن‌ها برای مدت زیادی زیر فشار به هر حال زمانی بودن، این جور اشتباه ها پیش میاد و خب به جای حرکت F در J5 یعنی به جای حرکت H در J5 که برنده بود، سفید حتی میتونه حرکت وزیر D8 کیش رو هم انجام بده و بعد از اون پیاده رو بزنه. یعنی مثلا از ستون E فرار کنه و بعد از اون پیاده رو با F بزنه و این هم اوکی بود. ولی خب میگم دیگه بعضی اوقات شطرنج میتونه خیلی نامرد باشه و نشون بده که شما باید آخرین لحظه حرکات درست رو پیدا کنید. حتی با یک غفلت میتونه نتیجه کاملا برنده به کاملا بازنده تبدیل بشه. خب علیرضا با این حرکت دیگه بازی رو از دست داد، چرا که رخ E5 به شاه حمله کرد و حمله دوگانه ایجاد کرد و خب شما باید میدیدید که شاید خیلیتون هم دیدین که امروز خیلی تیم ازبک بعد از اینکه سیاه اگر رخ E5 رو انجام داد چششون برق می‌زد، یعنی خیلی خوشحال شده بودن. به هر حال از در E5 F در E5. البته که خب این مسائل طبیعی هست، شطرنج هم جزو ورزش هست و یک روز برد و یک روز باخت وجود داره و خب این هم یکی از جاذبه های شطرنج هست که هم استرس بالا داره، هم به هر حال هر شطرنج بازی باید بپذیره که به هر حال اون اشتباهات رو انجام داده. خب شاه F2 شاه F7 و اینجا دیگه سفید تسلیم شد به خاطر اینکه پیاده
C4 که به جایی نخواهد رفت. پیاده J5 دفاع شده است و خب سیاه میتونه این پیاده رو کنترل کنه و بعد شاه خودش رو به سمت این پیاده بیاره، پیاده C4 رو بزنه و بعد از اون هم پیاده E5 خودش رو ارتقا بده. خب بعد از این شکست تیم WR Chess 17 امتیازی باقی موند، ولی به دلیل اینکه تیم دیگری همین امتیاز رو داشتن ولی پوان شکنی بهتری داشتن، اون تیم سوم شد و فکر کنم تیم WR Chess مقام پنجم رو به دست آورد بر اساس پوان شکنی، یا چهارم یا پنجم. به هر حال این بازی خیلی جالبی بود، به نظر من اشتباه زیاد داشت ولی خب خیلی بازی جذابی بود و خب امکانات بسیار زیاد تاکتیکی در این بازی وجود داشت که امیدوارم شما دوستان عزیز از این بازی لذت برده باشین. خب اگر این بازی رو دوست داشتین لطفا این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب داشته باشین تا ویدیوهای آینده رو از دست ندین و اگر هم موضوعی و یا چیزی هست که در شطرنج دوست دارین بیشتر راجبش بدونید، حتما در قسمت کامنت ها برای من نظرات خودتون رو ارسال کنید. روز و شب بسیار خوبی داشته باشین. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.